در شهر خوجند مرحله انتخابی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بین فوتبالبازان 18 ساله به انجام رسید. این چهاربینی ورزشی طی 8 روز در ورزشگاه لوچینی شهر خوجند با اشتراک 13 دسته از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت جریان گرفت. دسته‌های خوجند شهر خوجند، جوانی ناحیه جبار رسولوف، تاج شهر خوجند و اشت ناحیه اشت واخوری‌های دوری خود را با برار انجام داده به مرحله نهایی راه یافتند. برای دریافت جای سوم فوتبالبازان دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف تیم خوجند را با حساب 3-0 شکست داده زینه سوم را صاحب کردند. در دور نهایی برای دریافت مقام اول دسته‌های تاج شهر خوجند و اشت ناحیه اشت بین هم واخوردند و وقت اساسی بازی با حساب 2-2 مساوی انجام یافت. در قسم اولی بازی کشودن حساب با بازیگران هر دو دسته میسر نشد. در دقیقه 49 بازیگر دسته تاج عبدالله قلندروف حساب را کشود. چند دقیقه بعد کشوده شوی حساب بازیگری تیم اشت دلمراد ترسونوف حساب را برابر کرد. تا آخر دیدار با بازیگری تاج عبدالله قلندروف و بازیگری اشت نادربک توپلوف زدن باز یک تای توپ به دروازه همدیگر میسر شد. بعد زدن سلسله ضربه های جریموی پیروزی نصیب فوتبالبازان دسته تاج گردید. همین طریق هر دو دسته به لیگ پیشرفت کشور راه یافتند. با غالبان و جایزه‌داران مرحله انتخابی چمپیونات مذکور مدال و افتخارنامه، جام و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی تقدیم کرده شدند.